حتما شما هم این روزا این پسر خوشگل و خوش‌تیپو توی مصاحبه‌های مختلف دیدین. ایشون رایان سلک سوپر استار بازیگرای خردساله که کل ایران نه به خاطر پولش بلکه واسه ادبش انگشت به دهن موندن. وقتی رشیدپور ازش پرسید شغل مادرت چیه، گفت مادره. بابا چی کارن اصلا؟ بابام آرشیتکت. آرشیتکته. بله. و مادره؟ خونه داره. بله. مادره. این قشنگترین جمله در وصف هر مادریه که کارهای سخت خونه رو انجام میدن. انقدر این حرف و ادبش چسبید که مادرش هم اینجوری قربون صدقش رفت. رایان متولد سال 1392 با 12 سال سن جزو بازیگران خردسال پرکار سینمای ایرانه. رایان توی مجموعه زیرخاکی هم بازی کرد و میشه گفت شروع بازیگریش از اونجا بود و الان انقدر با استعدادی که میگم میتونه جای بزرگان سینمای ایران رو بگیره. با اینکه توی تهران به دنیا اومده ولی برخی ادعا میکنن اصالتا لرستانیه. اگر شما هم از فن و بیان و ادبش خوشتون میاد، قلب پایین رو قرمز کنید. برای تماشای حواشی هنرمندان صفحه حاشیه ایرانی رو فالو کنید.